نقشه جمع‌آوری بودجه در ماه ینور سال جاری 87.7% را تشکیل داده است و بودجه 962.7 میلیون سومانی وارد شده است که از نقشه پیش بینی شده 130 میلیون سومانی کمتر است. در 9 ماه اول سال گذشته هم نقشه پیش بینی شده بودجه به گفته مسئولین با سبب بحران اقتصادی اجرا نشده بود، اما در آخر سال مسئولین اعلام کردند که نقشه اجرا شده است. بعداً معلوم شد نقشه با کمک‌های 60 میلیون دلاری بانک آسیای رشد و 6 میلیون یورویی اتحاد اروپا اجرا شده بود است. کارشناسان میگویند بودجه امساله خیلی خوشبینانه پیش بینی شده است که بر رشد اقتصادی تکیه میکند، در حالی که بحران اقتصادی در تاجیکستان با چند سبب در حال افزایش است. این حالت میتواند باعث فشار بیشتری دولت و مقامات انداز بالای بیزنس در تاجیکستان و فرار آن از کشور شود. تنها سال گذشته 22500 صاحبکار نتوانستند فعالیتشان را ادامه دهند و از صاحبکاری دست کشیدند. سال گذشته متخصصان برنامه شرط‌های چارچوبی و مبلغ‌گذاری بخش خصوصی در تاجیکستان که از طرف جمعیت آلمانی همکاری بین‌المللی گیز پایه‌گذاری شده است و مقامات تاجیکستان توصیه داده بودند که بودجه را بازبینی کنند، اما مقامات گفتند نیاز به بازبینی بودجه نیست. کارشناسان میگویند در سال 2016 حتی کمک بانک و سازمان‌های خارجی هم تاجیکستان را از نارسایی بودجه نجات نخواهد داد. امسال نیز از روی پیشگویی‌های اقتصادی اکسپرت‌هایی که جهانی تمام همسایه کشورهایی که ما بگیم که دو مناسبت همکاری وای داریم، در حقیقت امسال بگیم که بلندترین خلای بحران اقتصادی هست. سال 2016 در حقیقت امسال نیز از روی این نقشه ها چاره‌بینی ها دوام میکند. آن چیزایی که امروز ما ممکن از تعمیر دست کشیده میتوانیم، آن چیزایی که ما میتوانیم از خرید میبل ها، آن چیزایی که تماما ما از جانب حکومت جمهوری ترکیه خریدی ماشین های خدمت رسانی من کرده شده. بغیر از این ساختمان های بگیم که نه آن درجه مهمه که وای بود آنها را بگیم که به انجام نرسوندند. در دایره چنین چاره‌بینی ها به انجام رسانیده شدند. این هم بود یکی از نقشه چاره‌بینی حکومت جمهوری تاجیکستان و با عوض با راه تقویت بخشیدن با محصولات های بگیم که وارد عوض کننده از جمله دستگیری صاحبکاران وطنی بسیار بگیم که از داخل کشور به خریداری کرده شدند از جانب مؤسسه‌های بودجه‌ای.